وزارت دفاع اوکراین میگوید شرط نیست که همه زنان از حالا به کمیساریات‌های نظامی شتابند، زیرا مهلت ثبت نام تا آخر سال 2022 است. جلب اینقدر زنان به خدمت برای کشوری ما نو است، اما باید بگویم که ثبت نام نظامی و خدمت حربی دو چیز گوناگون است. بر اساس فرمان، بانوان طبیب، حقوق شناس، آهنگساز و محاسب و صاحبان بیشتر از 100 کسب و کار باید در قید کمیساریات حربی باشند. به غیر از آموزگاران صنف‌های ابتدایی، راهبه‌ها، رقاصه‌های کلوب‌های شبانه دیگر همه در فهرست هستند. برای همین همه کس شناسنامه و شهادتنامه عقد نکاح، شهادتنامه‌های تولد کودکان را گرفته به کمیساریات حربی می‌رویم. ویکتوریا وایسیسکا، وکیل پیشینی پارلمان، این کارو کرده است. از من پرسیدند که کجا خوندم. گفتم که 2 دیپلم دارم، بانکداری و مالیه. گفتند در واقع به ما محاسب ضرور است. از دیدن شما خرسند می‌شویم. تاتیانا اسیپوویچ در ساحه فیلمبرداری کار میکند. حالا سندهایش را برای ثبت نام جمع نکرده است، ولی میگوید این کار را حتما خواهد کرد. عین زمان به درست جریان گرفتن ثبت نام باور ندارد. для галочки, справді, я впевнена. Зараз باور دارم که این را برای نمایشکاری میکنند. اول یک هنگامه برپا می شود که چرا زنان باید جنگ کنند. بعداً آدمان از حساب دادن سند پول کار میکنند. بهانه میجویند. зараз ще зароблять знову люди на справках почнуть відмазувати. در اوکراین تا زمان قبول فرمان نو فقط زنانی را به قید حربی می گرفتند که کافدرای نظامی را ختم کردند یا سربازی قرار داده بودند. در وزارت دفاع اوکراین میگویند شرط نیست بانوان اوکراینی از حالا یک جایه به کمیساریات‌های حربی یورش برند. همه را به نوبت ثبت میکنند، ولی دعوت به ارتش تنها در یک حالت صورت میگیرد. فقط در زمان جنگ نه تنها زنان، شاید تمام اهالی اوکراین سفربر شود. معلوم نیست چقدر بانوان اوکراین را در کمیساریات‌های نظامی ثبت نام میکنند، ولی میگویند این کار هیچ رابطه به احتمال حمله روسیه به اوکراین ندارد. هدف برابری زن و مرد و به سطح اروپا و معیارهای ناتو برابر کردن معیارهای خدمت در کشور است.